خود علی کریمی به تو میرسه، این باید اخراجش کنه این بازیکن رو. اخطار براش خیلی کم خواهد بود. ببینیم تصویر داور چیست. انصافا باید اخراجش میکرد، شک نکنید در این قضیه. علاوه بر اینکه موقعیت گل بود خطا شدید بود، فقط رفت که پای علی کریمی رو بزنه و فقط کارت زرد رو نشون میده به ژانگ یاوکون. کارت قرمز رو به فکر کنم محمد علوی نشونده که روی نیمکت ذخیره‌ها نشسته. آقای برانکو ایوانکوویچ بازیکن‌ها رو کنار میزنه. علوی حتما در اون صحنه اعتراضی کرده بود که از بازی اخراج می‌شود. او بازیکن ذخیره ماست و دومین بازیکن اخراجی ما به حال به حساب میاد. بخت زده علوی و در کنار رحمتی رو هم لحظه دیدید در بازار برای تیم ما به دست اومده. واقعا داوری در انتظار ما رو اذیت